چند ساعت بعد آنکه اعضای مأموریت پرزیدنتی آمریکا گفتند حمله‌های اخیر بالای ایران نه با مقصد تغییر رژیم انجام شدند، پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که از سقوط حکومت در تهران استقبال خواهد کرد. وی در صفحه خود تروث سوشیال روز 23 ایون نوشت استفاده اصطلاح تغییر رژیم از نظر سیاسی درست نیست، ولی اگر رژیم عمل کننده ایران نتواند ایران را دوباره بزرگ بکند، چرا آنجا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ چند ساعت پیش از نشر این اظهارات، اعضای بلندپایه مأموریت ترامپ از جمله معاون پرزیدنت جی دی ونس، کاتب دولتی مارکو روبیو و وزیر دفاع پیت هگست اشاره کردند که هدف حمله‌های روز 21 ایون آمریکایی‌ها بالای مؤسسه‌های هسته‌ای ایران نه سرنگون کردن حکومت مذهبی اسلامی در این کشور، بلکه مذاکرات می‌باشد. در نشست خبری هگست حمله‌های هوایی را یک عملیات دقیق نامید که تنها برنامه هسته‌ای ایران، نه ارتش و نه مردم این کشور را هدف قرار داده است. هدف این برنامه تغییر رژیم نبود و نیست. پرزیدنت به عملیات دقیق امر داد تا که تهدیدهای خنثی شوند که برنامه هسته‌ای ایران با منفعت‌های ملی ما، خوددفاعی مشترک نیروهای ما و همپیمان ما اسرائیل دارد. ژنرال ارشد آمریکای دن کین گفت در عملیات با نام شرطی پتک نیمه شب روز شنبه 14 بمب سنگرشکن، بیش از 20 موشک توم اهاوک و 125 هواپیمای نظامی استفاده شده است. کین گفت که ارزیابی‌های اولیه بعد حمله به 3 مرکز هسته‌ای بیانگری آنند که آنها جداً ویران شدند، ولی از گفتن این که تا کجا قابلیت‌های هسته‌ای ایران دست ناخور نمانده است خودداری نمود. مقامات کاخ سفید روز 22 ایون تهران را هشدار دادند که در پی حمله بی‌سابقه آمریکا که به ادعای ترامپ در نتیجه آن مکان‌های کلیدی هسته‌ای ایران نابود کرده شد، از پی انتقام جویی نشود. صبح 23 ایون هم ایران و هم اسرائیل موج نوی حمله‌های هوایی علیه همدیگر را براهماندند. ایران به دعوت بازگشت بلافاصله کشور سر میز گفتگو میل نشان نداد و به حقوق دفاع از خود تاکید نمود. این چیز جدیدی نیست. ایران گفت که ایالات متحده آمریکا برای پیامدهای خطرناک عملهایش پاسخ خواهد داد و اشاره کرد که دیپلماتیت تنها بعد جواب تهران میتواند به کار برده شود. نظامیان اسرائیلی گفتند که روز 22 ایون به چند مؤسسه نظامی در چندین شهر ایران از جمله مرکز موشک‌های استراتژی واقع در ولایت یزد و پایگاه‌های موشک‌انداز اهواز، بوشهر و اصفهان حمله انجام دادند. نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر که هفته گذشته در کنار مقامات اتحاد اروپا، فرانسه و آلمان در تلاش پیدا کردن وسیله دیپلماتی مذاکره با ایران بود، در دعوت خواست که تهران سر میز گفتگو برگردد. پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین گفت ایران هیچگاه نباید صاحب بمب شود. وزیر کارهای خارجه روسیه در مسکو حمله‌های آمریکا را به شدت محکوم کرد و عمل کاخ سفید را بی‌مسئولیتی و نقض جدی قانون‌های بین‌المللی نامید. در تاجیکستان که خود را یک شریک ایران مینامد، وزارت کارهای خارجه حمله هوایی ارتش ایالات متحده به 3 نهاد هسته‌ای ایران را قطعاً محکوم نمود و از پیامدهای خطرناک برای کل منطقه و جهان هشدار داد.